ما چند موضوع کلیدی داریم در اینجا. نقش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در حفظ منافع ملی و موضوع دیگر هم است همکاری حزب نهضت با جامعه شهروندی، حکومت و جامعه جهانی، وسایل اخبار عامه و حزب نهضت و اقشار جامعه، زنان، جوانان و مهاجرین. اگر کارشناسان محترم ما بتوانند در همه این مسائل دخالت کنند و نظر بگن ما ممنون میشیم، ولی اگر ایشان به این نظر هستند که در یکی از این مسئله ها نظر خویش رو هم بگن این خوب است. به هر صورت ایشان دستشان باز است و ما آماده هستیم که ایشان رو بشنیم. یک مسئله تشکیلی اگر وقتی که تمام شد در نظر ما دستگاه هست که مجبور میشیم ما رو زیر کنیم، انشاءالله که کار به این حد نخواهد رسید و ما امید داریم که ما را مجبور نمیکنیم که از این استفاده کنیم. همین طریق بحثی ما آغاز میشه. من در اول از استاد رشید غنی عبدالله، شخصیتی که واقعا هم کارشناس خوب مسائل سیاسی هستند و تجربه خوبی کار با حزب و حرکت‌ها در هنگام کارمندی مثل آن در روند صلح بودن دارند. از ایشان خواهش میکنیم که اندیشه خود را به ما ارائه کنند، میتوانند از منبر یا از جای نشست صحبت کنند. هنگامی که سخن من در شکل تیز کردم برای بخونم. هنگامی که سخن از باب منفعت‌های ملی می‌رود، منظور منافع تاجیکستان و جامعه تاجیک باشد. پس منفعت‌های عمده‌ترین مردم تاجیک که بخش اساسی اهالی جمهوری را تشکیل می‌کنند، هر یک را در مرحله کنی تا به منظور کدام باید. و فکر من نخستین منفعت ملی که باید از آن همه دفاع کنند این تأمین صلح در کشور است. خب حزب در این راستا خیلی حرکت کرد، خیلی کارهای زیاد کرد. معمولا شاهد آمدم که در چند مرحله بیرون از کشور ما دامنو کردگی بودیم. هر سخنی که میکردن برای منفعت کشور تاجیکستان بود و خودی همین کار یک خدمت کلان است برای جمهوری، چون در بیرون آگاه میشوم که تاجیکستان کشور یک نواق نیست، کشوری است که در اونجا افکار زیاد است، موقع گیری های زیاد است، دیدگاه زیاد است که خودی به برای منفعت تاجیکستان خیلی خدمت کلان میباشد. همچنین از دیدگاه این جانب منفعت‌های عمده‌ترین مردم تاجیک که از آنها باید با تمام جدیت و سرآمد دفاع نمود، مربوط به تأمین بی‌خطری و آسیب نپذیری خود مردم تاجیک باشد. معلوم است که تاجیکان در آسیای مرکزی در محیط و شرایطی به سر میبرند که برای خود وجودشان به حیث یک قوم یا خود اتنوس مستقل اومد خطر آسابی باشد. همگی یک قرن پیش پهنایی که برای برد و باش تاجیکا مساعد آور بود و کدام یک خطری برای برخوردار بودنشان از ویژگی هایی که آنها را همچون تاجیکان از اقوام دیگر اطراف جدا میکرد تمیز میداد، عملا اکثرا قلمروی مقیم نشینان آسیای مرکزی بود و ویژه شهرهای بزرگ این منطقه. امروز این پهنا تا به قلمروی چندان وسیع دولت خود تاجیکستان، جمهوری تاجیکستان التماس یافته است، یعنی تنگ شده است، اختصاص است. در همه جایهای برد و باش عادتی خویش در کشورهای منطقه تاجیکان زیر خطر پیوسته افزاینده به کلی منحل گشتن در محیط اقوام دیگر قرار دارد. سبب پیگیرانه و با اصرار گذراندن سیاستی یک قوم گرداندن اهالی از جانب سیاستمداران آن کشورها میباشد. خوشبختانه در تاجیکستان این پدیده اصلا به نظر نمیرسد و این خوب است. باید گفت که در چنین یک سیاست در بعضی جایها حالا در عهد شوروی طول 10 سالها فراتر بودند. امروز تاجیکان تنها در قلمرو دولت خویش یعنی جمهوری تاجیکستان از خطر همچون قوم مستقل ناپدید گشتن ایمنند. از اینجاست که تحکیم دولت تاجیکستان و استقلال آن وظیفه نخستین درجه همه نیروهای سیاسی کشور میباشد، صرف نظر از آن که در سر قدرتند یا
با در نظر داشت حقیقتی که بدون دولت و دولتداری خویش تاجیکان همچون قوم مستقل محکوم و نوبتی شدن میباشند، همین نیروی سیاسی را لازم است طوری با هم مناسبت داشته باشد که برای نیروهای بیرونه بهانه برای دخالت آشکارا از جمله تیر و طوفان فراهم نآید. مناسبت نه چندان سالم بین نیروهای سیاسی بهانه گشته بود برای نیروهای ابرقدرت برای از بین بردن امارت بخارا به جنگ 30 و چند ساله افکندن افغانستان، زیر تسلط بیگانگان افتادن عراق و زیر سیل و موشک بمب‌های آنها قرار گرفتن لیبیا در همین شرط میباشد. لازم به یادآوری است که یکی از عامل‌های اساسی تحکیم بخشیدن دولت و دولتداری مستقل تاجیک برخوردار بودن هم دولت و هم دولتداری از هویت بیشتری ملی میباشد. هویت ملی هر یک دولت در ربط مستقل دارد و منسجم بودن دولت و دولتداری و دو خصوصیت بخش اکبر اهالی آن، نخست منسوبیت قومی اتنیکی و پسان منسوبیت تمدنی آن. یادرس میشویم که هویت خیلی قوی ملی هم دولت و هم دولتداری جمهوری‌های سابق شوروی و امروز کشورهای مستقل کرانه بحر بالتیک تمسک خیلی سخت مردم بومی آنها هم به هویت لیتوانی، لاتویی و استونی و هم منسوبیت تمدنی خویش که مبنی به مسیحیت و مسیحی تبع بودن آنها میباشد معین میکند. در این دولت‌ها مناسبت را بین توده‌های مردم بومی و دولت و دولتداری کدام یک مشکل مربوط به منسوبیت قومی اتنیکی و منسوبیت تمدنی خلق نمی‌کند. در کشورهای منطقه وجود داشتن مشکل را بین توده‌های مردم بومی و دولتداری راجع به هر دو نوع منسوبیت اظهار کرده نمی‌شود. همچنین درست است که مشکل راجع به منسوبیت اول معمولا سعتر و منسوبیت ثانی سنگین‌تر میباشد. این مشکلات اصولا و دولت‌های مستقل امروزه از دولتداری پیشین شوروی و میراث مانده است. برطرف کردن آن چندان آسان هم نمیباشد. از آنجا که این مشکل به عمق جامعه ریشه دارنده است. یکی از شکل‌های پدیدار شوی این مشکل احساس حذرکنی داشتن برخی از اهل جامعه از گذشته پاشوروی کشور میباشد. رهایی یافتن از چنین یک رسیدگی پرحذر به هیچ وجه کاری سهل نمیباشد. آن هم جهد و تلاش، هم صبر و تحمل و احتیاطکاری و هم وقت را بخواهد. ولی اگر جامعه تاجیک خواهد که دولت تاجیک از هویت قوی ملی برخوردار باشد، توسط آن مستحکم‌تر گردد و امنیت قومی اتنیکی تاجیکان را تامین نماید، گریز از پرداختن و اجرای این وظیفه نیست. به گمان این جانب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در به ثبوت رساندن اجرای چنین یک وظیفه ملی سهم‌گذار بوده میتواند، ولی به یقین بنده حزب را لازم می‌آید چنین یک راه اجرای وظیفه مذکور را دریابد که با بخش زیاد جامعه امروزی تاجیک که حالا هم در مسئله هویت خویش و دولت خویش و درجه زیاد شوروی معروف است و اختلاف نافتد. همچنین دولتداری تاجیک تمام و قوی و مستحکم و بناهن برای تامین امنیت قومی اتنیکی مردم تاجیک قادر می‌گردد که جمهوری وارد مرحله رشد مترس و استوار اقتصادی گردد. آیا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و این روان سهم‌گذار شده میتواند و اگر میتوانسته باشد از تمام راه شبهه‌ای نیست که حزب و این امر سهم‌گذار شده میتواند خالصاً توسط گذاشتن اهتمام بیشتر به مسائل رشد اقتصادی کشور. تجربه عالم گواه آن است که یکی از رکنهای اساسی رشد استوار کشوری که برای خود نظام آزاد بازرگانی را اختیار کرده است فراهم ساختن شرایط مناسب برای پیشروی سازوکاری و ویژه سازوکاری خرد و میانه میباشد. حزب میتواند به این امر یا خودروند از چند دریچه و روزانه مساعدت و سهم‌گذاری کند. حزب نمایندگان خود را در پارلمان دارد و تا آنجایی که کمینه آگاهی دارد یکی از آنها خود نیز کاری توانید باشد.
با این حیث دشواری‌هایی که صاحبکاران روبرو می‌شوند هم آگاه است و هم از جوهر و ماهیت آنها رو خوب درک می‌کند و می‌فهمد. نمایندگان حزب در پارلمان گرچند همگی دو نفرند می‌توانند توسط فعالیت خویش در این نهاد از منافع صاحبکاران و بدین منوال منافع ملی کشور خویش دفاع کنند. همچنین حزب می‌تواند موقع گروه خود را در پارلمان راجع به مسائل بررسی شونده اقتصادی در نشریه‌هایش و نشریه‌های دیگری دوره جمهوری به طور مفصل عرض کند و توصیه‌های خود را پیشکش کند. حزب همچنین می‌تواند به نظر کمینه باید کنفرانس‌ها و نشست‌ها و بحث‌ها را به مسائل اقتصادی در سطح بلندی حرفه‌ای گذراند و این کار را باید دو سه کنفرانس محدود نشود در طرز منتظم برگزار نماید. کار دیگری که حزب می‌تواند با موفقیت زیاد انجام دهد شناساندن عهد جمعیت با تجربه کشورهای دیگر مسلمان در دریافت حل مناسب و مشکل‌های اقتصادی و تأمین رشد استوار اقتصادی آنها میباشد. برای اجرای چنین یک کار ثواب و سودمند حزب و تخمین بنده همه امکانات لازمه را دارد. برای امکانات به فکر من انسانی تبدیل عملی نمودن برنامه‌های استراتژی جمهوری در جهت انرژتیک و ساختن راه‌ها امکانات کشور را بیشتر و رشد آن را استوار گردانده می‌تواند. برای جامعه عمل کشاندن این برنامه‌ها و طرح‌ها مبلغ‌های هنگفت لازم است. جمهوری از امکانات ضروری مالیوی بری است. یکی از جای‌هایی که از آن مبلغ‌های برای تطبیق طرح‌های استراتژی لازم پیدا کردن ممکن است دولت‌های مسلمان واقع در